به نام خدا. مخرج کسرهای زیر را گویا کنید. 1 خط کسری 1 روی رادیکال آی به علاوه رادیکال ب. 2 5 روی رادیکال 3 منهای رادیکال 2. منظور از گویا کردن مخرج کسرها اینه که ما رادیکال ها رو از بین ببریم. بنابراین ما مخرج رادیکال آی و علاوه رادیکال ب رو در مزدوجش ضرب میکنیم. مزدوج رادیکال آی و علاوه رادیکال ب میشه رادیکال آی منهای رادیکال ب. همینی میبریم رو صورت. خب که صورت مخرجان با هم برابر باشن حاصلش میشه 1 ضرب در خط کسری 1 روی رادیکال آی به علاوه رادیکال ب همون 1 روی رادیکال آی به علاوه رادیکال ب میشه، یعنی دو طرف تساوی برقرار هست. خب حالا در این حالت مخرج ها رو در هم ضرب میکنیم. میگیم رادیکال آی به علاوه رادیکال ب در رادیکال آی منهای رادیکال ب در رادیکال آی منهای رادیکال ب یکم در رادیکال آی منهای رادیکال ب. الان مخرج ما اتحاد مزدوجه، میشه مربع جمله اول منهای مربع جمله دوم. صورت هم که ضرب در 1 میشه رادیکال آی منهای رادیکال ب. الان ما رادیکال ها رو در مخرج از بین بردیم. حالا میایم برای مثال 2 که 5 روی رادیکال 3 منهای رادیکال 2 هست. خب این رو دوباره باید در مزدوجش ما چیکار کنیم؟ ضرب کنیم. باید مخرج رو در مزدوجش ضرب کنیم. مزدوج رادیکال 3 منهای رادیکال 2 میشه رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2. همین رو دوباره میاریم بالا که کسر ما حاصلش میشه 1 چون صاحب مخرج با هم برابرن حاصلش میشه 1 ضرب در 5 روی رادیکال 3 منهای رادیکال 2 میشه طرف اول تساوی، یعنی تساوی ما برقرار میشه. حالا مخرج ها رو در هم ضرب میکنیم، میشه خط کسری پرانتز رادیکال 3 منهای رادیکال 2 در پرانتز رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2. صورت هم که ضرب در صورت میشه 5 در رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2. خب ما صورتمون که سر جاش هست می نویسیم، یعنی میگیم 5 پرانتز رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2. مخرج ما اتحاد مزدوجه، میشه مربع جمله اول رادیکال 3 به توان 2 میشه 3 منهای مربع جمله دوم رادیکال 2 به توان 2 هم که میشه 2. خب مخرج ما الان شد 1. صورت ما هم که شد 5 در رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2 و در نهایت میشه 5 پرانتز رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2. موفق و مؤید و پیروز و شادکام باشید.